خب داملا جان صحبت درباره کلین هایی که میگویند که این دیوانی پدر کردگی تای فلان متا ای مادر مای تو حق نداری صحبت میکردید. توبم من خیلی زنها هست، لیکن من یک بسیار چیزا میشنام که زنها از طرف مادرش کردگی چیزا کار نمیفرمیده است، جدا کردن میومده است الهیده که مواد اگر جدا شوم نیت شویرم ده مفکورش همون نیت که نه روز جدا میشوه. امام بخاری شاه محدثا هستن، اگر بدونین شاه محدثا پادشاه حدیثا امام بخاری است. همین بخاری سیهای یعنی صحیح که دویم در جای قرآن بعد قرآن نیست. یکم حدیث آوردگی کل اعمال بالنیات، هر عمل شما به نیت شما وابسته است. اگر نیت جدایی باشه یه روز جدا میشه خواهری جان، نه که خیلی نکن بعد زن و شوهر شدیمی چیزی من چیزی توش نمیشه و خدا خواهد انشاءالله همه چیز یک جایه باید که استفاده بری. بعضی جان را جدا شده سادیان از چی همی چیزا، بعضی باشد مادرش اگر گوتی اگر این گوی موه میفته بعد این گوی موه گوی شما خی این گوی من گفتم که آخی بعضی مردکا میگه از این قرمه برور میفروشمش میگه انا گوتم برفت صدقه گو شد. اوی حتی گوی منو پیاله منو کوسه من این چی زندگی این؟ این زندگی نیست که تو علاوه چیزا تا خودت حساب کنی، علاوه چیزای مردک حساب کنی. این بدبخترین زن حسابش میکنم من. از این چندین آیلا جدا شدگی است عزیزانی من، از این چیزا ای پیشی خدا خواهد این چیزی من این چیزی تو کتی چندین آیلا جدا شده برفتن از این کار نکن. ای خواهری جان اگر این خانه اومدی همه چیز تا برار کار فرم، همه چیز تا استفاده بر انشاءالله خدا خواهد. نیت خوب که همین روسان هم یک نکاح است، نکاحش هم خیلی است از یعنی تکسری تا لحته باید ما هم خیلی باشیم، چی نقضی هم یا چی بدی هم یا یک جای بکشیمش خدا خواهد انشاءالله. این کار نکه از خدا بترس خواهری جان، چیزی من فلان نگو خدا خواهد چیزی من. خب سوال السلام علیکم داملا، سوال در همین وقت زمان از چی قدر پول زکات داده می شود؟ زکات اصلی خلاقت ریشش عزیزانی من 85 گرم طلا است. 85 گرم طلا قیمت چه روز خلاقت طلا چون که تفاوت داره خلاقت انشاءالله. اگر کسی که زکات میده باشم طلا فروشا پرسین 1 گرمش چند که یعنی که 200,000 گوه 85 گرمش میزنی خلاقت انشاءالله. من امسال در ازبکستان 34 میلیون بود، سالی من امسال 2022 34 میلیون. اگر کسی که پول داشت یعنی صاحب زکات میشد 2.5 فایز این برادر خدا خواهد کم بغلان میداد. لیکن امروز خدا خواهد چون که تفاوت دارد اگر کسی که زکات دهنده باشد برای پرس گیم که همه 85 گرم طلا گیم که 35 میلیون میشود 40 میلیون میشود هوای نصاب زکات حساب میشود از هوای 2.5 فایز برای کم بغلا بیچاره محتاجان میتی انشاءالله خدا خواهد. همین از پول زکاتش. خب کلین هایی که در خانه شوهر ایستاده پول و مال شوهر رو میدوزند. استغفر الله. میخواد زنها وجود داشته که عزیزانی من دوست شوهرش چیزش میدوزیده از چیز شوهر تا مالش مالی تایکو نخواه شوهر تا مالش با بدوزید نا انصاف. من یاد دارم یک کدام زی گفتن از چی دوزش جدا شد. شوهرش پیش من آمد گفت که همین شوهری زنی من گفت چیزا من میدوزد گفت آخر جدا شد برم. آخر جدا میشه یک روز میدوزی نمیدونند 2 روز میدوزی نمیدونند یک روز در دست میخری هورا نشو کاری ناباب الله یک روز فاشت میکنه. حیات شیرین تا تلخ میکنی میروی حیات شیرین تا که بابا دا فرزندکا داشته چی این بچه ها را خدا خواهد یتیم میکنی پیش الله نه جواب میتید. چی میدوزی خدا خواهد باید که مالی ای تایمی ای نمی یک جای استفادهش بر از خدای عالم بترس. عزیزانی من داملای محترم من یکی از مخلصان شما در سری خاک بعضی آدم هاست استاده قرآن میخونند درست است یا نه؟ خب در کتاب های فتوا منم دیدم یعنی در قبرستان میگد
عینا دعاها طرف قبله دیده دعا کرده میشد، نه که دعای قبرستان میگد رو به طرف قبر پیش سنی قبله دعا کردن سنت به دست عزیزان من. درست است. درباره شیطان تواق فهموندتی. خب شیطان ملعون عزیزان من، شیطان این دشمن مسلمان ها، دشمن ما و شما شیطان است. شیطان ندانی من ببینید، شیطان چند هزار سال به یک روایت خواندم 600,000 سال الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت کرده. حتی اینکه یک کفی روی زمین نیست میگه که از یعنی چی باشه؟ سجده شیطان باشه. کار به درجه رسید که تمام روی زمین آسمونا را سجده کرده برمده خدا را عبادت کرده. حتی خدا در جنت برای و یک منبر موند، مثل که روز در مسجد ها منبر هستند، همچنان منبر موند، نن فرشته ها را دست میداد. یاد دار میگه کش یعنی ملائکی چی شیطان مدرس میگه فرشته ها بود. حتی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل زیر پایه شیطان ششته امر معروف گوش میکرد. بین امر معروف گوش میکرد. وقتی که آدم قصهش میگم، آدم علیه السلام آدم آفرید، الله آدم آفرید، استغفر الله، خدا آدم آفرید، تمام فرشته ها گفت که آدم در سجده کنه، همه سجده کرد، شیطان ملعون نکرد. استعیذ بالله سوره صاد است. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. تمام فرشته میگه سجده کردند مگر شیطان سجده نکرد و اولین کافری که در دنیا شد این شیطان شد. خدا گفتش ای گفت شیطان برای چه گفت یعنی آدم در سجده نکردی؟ شیطان در جواب یک گپ گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من گفت از این آدم در بهتر هستم که من علا به شولش آفریدی و این چی از خاک آفریدی، من اطاعت نمیکنم. انا می گفش انا خیرمش خدا اند خوش نامد. خدا چه گفت؟ فخرج منا فانک رجیم فان علیک لعنتی الی یوم الدین. گفت برو از درگاه من نکن. گفت تو گفت چی هستی؟ رانده شده هستی. تو گفت ملعون هستی، لعنت من با تا قیامت در تو. اولین ملعون شدگی، اولین از درگاه خدا رانده شدگی شیطان است. این کار نکن. اگر گفتی شیطان نکری تو هم پگر رانده میشوی. زنهار امر دشمنی بدخو را مگیر که شیطان تو را به دوزخ پرنار میکشد. همین دوام آیت نمیگه که شیطان گفت خب من به طفیل آدم رانده شدم، 3 تا مقصد من بته گفت میتی. گفت چی مقصد داری؟ یکم گفت رای خنی آدم من در راه کرده میتی. دویم گفت از آدم ها چشمش من پناه میکنی که من آزار میتیم. سیم گفت تا قیامت من در عمر میتی. آخرون شیطانی ملعون میمرد. خدا گفت هر سهش دادمت. ولی ما شتیم در خیال ما خونی ما و شما رگی شیطان است، رهگرچ است. شتی که یک زنا که میگد، عرق میگد، دزدی که میگد، قمار بازی که میگد، این همون شیطانه. چون خدا قرآن نمیگه این شیطان یأمر بالسوء. شیطان گفت شما را به کارهای بد امر میکنه. خدا خواهد در این باره یک روز یک خدا خواهد توی شما صحبت میکنه در باره شیطان. خدا خواهد انشاءالله پره اسبابی روزگار میگیرند و گردانده نمیتیند. البته همین خصلت ها آدمان دست اینا یعنی خداوند در سوره ماعون ارایت الذی میگه شما ارایت الذی یکذب بالدین است. همین آخرین آیاتاشنده الله سبحانه و تعالی میگه استعیذ بالله فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. وای باد میگه دوزخ باد برای شخصانی که دیده و دونسته نماز قضا میکنن. کسی که نماز میتونه و دیده نماز پیشینه نمیخونه، دیده نماز عصر نمیخونه، دیده نماز شام و خفتن نمیخونه، جا دوزخه. ویل گفتگی میگه وادی است در جهنم، یک مکان است در جهنم، وادی. عزیزی من از خدا ترس انشاءالله. خدا خواهد
در دوامش الله میگه الذین هم یراؤون، شخصانی که میگه با ریا میکنن، خود نشونتی میکنن، حج میرن و فرض الهی و دیگه آدم من آج یکا گفته خچه کرتوی میگیرم وقت تمام گناه تمام شده که 0-0 که دچکه اومدید خدا میدنه دچکه ولی انشاءالله خداوند. این جای فخر نیست، این یک عبادت است عزیزی من. نه که این کار خدا خواهد انشاءالله، یا که ریا میکنه خدا خواهد، صدقات میته در بین مردم خدا خواهد، باید یک پشکه خدا خواهد 50,000 یا 100,000 کشیده دروغ درش یک تا بعد دست اومد داده. هم خیلی آدم هم بوده است خدا خواهد در پیش $100 هم داد، در پیش 100 داد، در 50,000 بعد دروغ کشیده و نه خیر. این خدا قول نمیکنه، جا دوزخ است. تو برای خدا خواهد منمنی، بایگری خدا برای منمنی نداده تا، بایگری خدا خواهد برای کمبغلان نوازش داده، نوازش کمبغلا که بیچاره زکات خیر احسان تو بک عزیزانی من. در دوام آیت چی گفت خدا؟ و یمنعون الماعون، کسی که حق ماعونه در اسلام عاریت گفتگی کتاب است، مذهب امام اعظم عاریت گفتگی، عاریت معناش وقتینچه داده استفاده بردن اسباب خواجگی. مثال همسر بیل گفتم یا تاور گفتم یا کلنگ گفتم یا دیگ گفتم یا نون گفتم یا پل گفتم یا شیر گفتم یا همین داده استفاده بردنش عاریت میگن اینا. ولی بعضی ها من سوال میده که داملا همین تاور هم میتیمش یا ای خودش میکنه یا میشکنش، وای منافقه وای. اگر ای خودش کنه تا قیامت تا مردنش کارش فرما همه ثوابش مونده میروه و این گناه گرفتن میگیره دوستی و دوستی حساب بشود. دوست خدا خواهد انشاءالله در اسلام گناه کبیره است. یکی من نه که خدا خواهد حقی ماونه بتش خدا خواهد خیلی آوای کنه، اگر خیانت کنه خش نکین. یکی اسبابای وقتی چه استفاده بردن بته خدا خواهد علاوه و ها کذا دیگر این چیزا خدا خواهد برده استفاده الا جا دوزخ است. اگر حق ماونه من کنی خدا خواهد ولی با بعض بایای بخیل برمدگی بده، بایای بخیل میگن نه مباد اگر شاه ساعتی ده پول شده بیاگر و شاه پول دادن ممکن نیست، آدم بانکرات بشه. نازم بیلو کدم حدیث نه وای چی داده که شاه اگر پتی بانکرات شدی. با بعض زنها بینن بخیلا شیر نمیداده شاه بیچاره گلش ورم کرده تا سر خدا خواهد شیر پخته بگه نه گاو کاغ میکنه، نه تیز کاغ میکنه خدا خواهد انشاءالله گاو خرک شیر میکنه. این طریق چی عقیده ای خیلی عقیده پسیدگی نکن. بیچاره شاه اگر مبادا بچهش مردمونه اگر اپراسیا جوابگر میشه پیش الله. نه بته خدا خواهد شب و روز خر ساعت نداره. 12 شامی یکی شامی حاجت براری. کسی که میگه در حاجتی برادرش باشد الله در حاجتی برادری و حدیثه. انشاءالله که یک کس حاجت چه برار تا براری حاجتی کسی حاجتی تو را برارد کرد و کار میگه الله خدا خود در حاجت شما هستند. همین روز کلین شده اومد سهر یکم جورب نقفد اول ارتی خمیر کنن میگن درسته یا نه؟ این دروغه اینمش جورب میزنیمی خمیر بکنیمی گور میکنی. این سواله این سواله اخفقه دید. این الله نظیف و یحب النظافه، حدیث پیغمبره. خدا خودش پاکه دوست نداره. این مقصد خمیر کنی کاری بکنتی میتونه مینه نتونه سر گوش میکنیم دیسیا یادش میتی خمیر نتونه خدا خواهد تو مادر چی شدی تو معلم هستی انشاءالله خدا خواهد نخوستینش تام تادینم خدا خواهد تام همین کلم بدی تام نمیتونی بیچاره خشتومن دستکات کپیده او ریخته نشون داده که در رو این خیلی نمونه پیشکش نکه خدا خواهد انشاءالله در رو و یار خدا خواهد کار یاد خدا خواهد. از خانه خدا یعنی حج میروند در تلفن سینمات کرده با دیگران گسل میکنن درست است یا نه؟ خیلی مرش مردکش باشه مجد نکنو زنات ایکو گناه های زنات رکلام مکره هر جونه نپرتو اندمی ای وای بعضی تویان در بعضی بچه های ناباب بار میکنه بعضی رقصای دخترای ما و شما گفته پافتست است همه لعنتت میکنن نکی کار خدا خواهد. حج رفتی الله سیام کاری خدا خواهد در تلفن کدمون اومده بچه هات ننشونده زنده زنی تا دیگه کس دیدنش گناه های نیاد نبرار تو تلفن در شرط نه زنده رکلام مکره پافتند یا رکلام کردن ما و شما خدا خواهد انشاءالله این چیزا نکنی از این گناه های. اینم با دخترها را با زنها را من مسوا میکنم من بعض سیدان را نفرت میکنم
بعضی خدا که بگنا قبل رکلام که پرتافته سه یا دیگر این عیب عزیزانی من. شما باید عیب پوش باشین. خدا خواهد یا کم کشلاق خدا خواهد سیر شم براری کی رحمتت میگه؟ کی؟ برعکس خدا خواهد کامنتر یا من میخونم بعضی دکتر پرفتسین داته وی همون حتی که بلاگر دعای بد دارن. مرای روزت که سیری کشلاق تا براری. مرای روزت که وی نکنه چیزا خوارید. نکنه برادرها. التماس خدا خواهد چیزای خوب پرتا خدا خواهد انشاءالله. چیزای گپای خوب نصیحت تونی پرتا، لیکن چیزای ناباب نادرست نسبت عائله نسبت به نپرتا خدا خواهد انشاءالله. در اینجا خدا خواهد صحبت با پایان میرسانیم به یک غزل خدا خواهد انشاءالله میخوانیم، بعد به قاری حضرت میتیم انشاءالله یک قرآن میخونن چون که نماز پیشینم انشاءالله نزدیک است. دیم موضوع موند، لیکن خدا خواهد انشاءالله هفته دیگه خدا خواهد روز جمعه پنجشنبه همینجا توی است انشاءالله یکم همون موضوع خدا خواهد برداشته به سر شما انشاءالله میرسانیم.